سلام، به دومین سری از سری برنامه‌های ساخت ماکت خوش اومدید. من بابک چالنگی هستم و تو این قسمت میخوام براتون طرز رنگ‌آمیزی کاکپیت رو آموزش بدم. همونطور که میبینید این قسمت کار قبلا انجام شده. این چیزیه که آخر سر ما میخوایم بهش برسیم. این قسمت من مقداری انجام دادم بخاطر اینکه زمان ویدیو زیاد نشه. سعی کردم که خورد خورد این قسمت ها رو براتون کار کنم تا ببینیم که چجوری میشه به این قسمت رسید. از این قسمت ما میخوایم شروع کنیم و به این قسمت برسیم. این قسمت الان هیچ رنگی نشده، هیچ کاری بهش انجام نشده. تنها کاری که من تو این فاصله زمانی کردم این بودی که این کاناپی رو اسمبل کردم، رنگ کردم و یک لایه ورنی یا براق کننده یا وارنیش یا هر چیزی که شما استفاده میکنید برای ایجاد یک کت براق روش پاشیده شده تا و گذاشتم که 24 ساعت خوش بشه. قبل از اینکه کار شروع کنیم من توی قسمت قبل گفتم که این هواپیما در واقع ساخت رول هست که باز اینجا من بعد عذرخواهی کنم بخاطر اینکه اشتباه کردم و ساخت تستورزه. من این قسمتش رو ندیده بودم، الان روی بدنه قشنگ تستورز هک شده. منم براتون مشکی کردم تا بتونین اینجا من بچرخونمش براتون اینجا ببینین که قشنگ به صورت خیلی واضح با لوگوی تستورز نوشته تستورز. خب مشخصا ساخت تستورز بوده. یه چیز دیگه ای که من تو این کیت دیدم این بودی که فوق العاده حجم زیادی پلیسه پلاستیک داره که این کار رو خیلی سخت میکنه. موقعی که میخوای دو تا قطعه رو هم دیگه اسمبل کنی حتما باید اون قسمت از کار رو پلیساشو برداشته باشی، وگرنه همون پلیسا باعث میشه که شما نتونین یکی تو به خوبی سرهم کنین و بعدا مشکل خطوط و نصب ماکت پیش میاد که خیلی توی ماکتایی که بچه‌ها من میسازن و برای من میارن دیدم. ماکتایی بوده که اسمبل خیلی عالی بوده ولی بخاطر اینکه پلیسا رو برنداشتن میبینید که قسمتی از کار خیلی به قول گفتنی ضایع شده. این مشخصه که این مشکل اساسی بوده اونجا و اینو حل نکردم. برای شروع کاری که من میکنم اینه که این شیشه‌های رنگای خودم استفاده میکنم، رنگای براو چارلی مدلز. این شیشه‌های قدیمی ما بوده که جایگزین شده دیگه ازشون استفاده نمیشه. این شیشه‌های جدید ماست. البته این هنوز برچسب نخورده روش، هنوز برچسبمون آماده نیست و به زودی امیدوارم که آماده بشه. برای شروع کار رنگ سفید رو برمیدارم، خوب تکون میدم. فقط رنگی که توی در مورد نیازمونه، بقیهش به دردمون نمیخوره الان فعلا. یه دونه خلال دندون برمیدارم. کاری که میکنم اینه که قسمت نوک خلال دندون رو میذارم تو رنگ، یه مقداری، فقط مقداری که نوک خلال دندونتون رنگی بشه، نه بیشتر نه کمتر، چون اگه کمتر باشه نمیزنه، اگه بیشتر باشه اصلا خراب میکنه کارو، پخش میشه این ور اونور و این. حالا البته میتونیم درستش کرد ولی خب کار میبره برای درست کردنش. کاری که میکنم اینه که روی برجستگی ها رو خیلی راحت سفید میکنم مثل دکمه ها. البته یه مقدار این ور اونورم ریخت مهم نیست، چون بعداً زیر رنگ مشکی که لایه بعدی که میزنیم اون قسمتایی که خراب کردین پاک نمیشه، محفوظ میشه، میره اون زیر و دیده نمیشه. این کار رو ادامه میدم. هر قسمتی که برجسته رو، البته رنگ‌های مختلف میتونیم بزنیم. همونطور که من میبینید من زرد استفاده کردم، از قرمزم استفاده خواهم کرد. هر جایی که برجسته است فکر میکنین اونجا دکمه است و رنگ بشه رنگ میذارم. مثلا اینجا، حالا یه بار دیگه روی بعضی از اینا که به نظرم بیشتر بر رنگ میشه رنگ میزنم. خب این کار رو اینقدر ادامه میدم تا به اون چیزی برسم که مورد علاقه منه. یعنی ممکنه یه مقدار طولانی بشه ولی خب ترجیحاً صبر و حوصله داشته باشین، چون صبر و حوصله تو ماکت سازی خیلی چیز مهمیه و اگه نداشته باشین خب خیلی وقتا میشه ماکت آدم خراب میشه. کاری که میکنم حالا مشکی رو برمیدارم، حالا میذارم این خشک بشه، این بعد خشک بشه. حالا من میام رو این قسمت براتون کار میکنم که قبلا زدم و خشک شده و آماده رنگ شدنه.
کار که میکنم در بطری رو برمی دارم. بطری رنگ دوش رنگ هست. با قطره چکون چند قطره میریزم که کاملا رقیق بشه رنگ، یعنی به هیچ عنوان رنگ غلیظ من نمیخوام، بخاطر اینکه کارمو خراب میکنه. روی قسمتی امتحان میکنیم، جایی که بعدن یا من فقط غلیظتش رو میخوام بهتون نشون بدم که چقدر رقیقه. فقط یه حاله از مشکی رو برای من اینجا میزنه. یه مقداری همون رنگ رو برمیدارم میذارم. البته قلموم الان خیلی خیس بوده، مهم نیست، خود تمیز سرش میکنم. حالا اینو شروع میکنم بین این خطوط دووندن. این کار چند مرحله انجام میدم تا اینکه اون افکتی که میخوام به دست بیاد. هر جا فکر میکنم بخاطر این رقیق بودنش یه مزیت داره، هر جا که فکر میکنم زیاده فقط تنها کاری که میکنم اینه که قلممو خوش میکنم روی تیکه دستمال. حالا قلمو رو دوباره میذارم همونجا، همینطور که میبینی رنگو برداشت. اگه زیاد زدین یا جایی رو خراب کردین مشکلی نداره، اصلا نگران نباشین، قابل ترمیم ره. از این بابت هم میگم که چون خیلی‌ها کارو خراب میکنن، یه قسمتش خراب میشه دیگه کلا کارو اصلا بیخیال میشه، میگه خب خراب شد رفت به کارش. خب این کار درست نیست. بالاخره همیشه ماکت میشه. مزیت خراب کردن اینه که شما بعدا میتونی کاراتون رو جبران کنی، اشتباهاتتون رو. میبینین زیاد شد. من الان یه خود قلم رو خوش کردم، میبینین همینطور که میزنم برش میداره. یکی دو بار این کار رو براتون انجام دادم که دقیقا دستون بیاد که چه اتفاقی میفته وقتی که زیاد یا کم استفاده میکنه. خیلی خوب، اینو میذاریم تا خشک بشه. یه مقداری بیشتر من روش کار میکنم تا مشخص بشه. خب این چیزیه که ما اینجا میبینیم. وقتی که خشک شد دقیقا چیزی که میبینین این افکت خواهد بود. ترجیحاً از رنگ مشکی براق استفاده کنید، چون وقتی خشک میشه همیشه رنگ مات دلمه میبنده، یعنی زبر میشه، ولی رنگ براق خیلی صاف و به قول گفتن گلاس روی ماکت میفته. این کار یه مزیت بسیار خوبی که داره اینه که خطوط رو دیگه از بین نمیبره، اون رنگایی که زدین رو از بین نمیبره و میذاره همون شکلی که هستن بمونن و فقط زیر کار یه لایه مشکی میزنه. امیدوارم از این قسمت خوشتون اومده باشه. لطفا لایک کنین و سابسکرایب کنین و من حمایت کنین تا بتونم براتون بیشتر کار انجام بدم. خیلی ممنون، روز خوبی داشته باشین. در قسمت بعدی میبینم تو.